درود دوستان، حالتون چطوره؟ ما دوباره اومدیم با یه ویدیوی متفاوت. امروز قراره که هم ارتقا بزنیم هم بریم تست گیم پلی که گیم پلی اکانت رو بگیریم واسهتون بذاریم. اینجا که میبینید توی لیگ 19 که ما یه باخت داریم مساوی، مال قبل، مال اون زمانیه که تازه یه بازیکن داشتم، بازیکن تک طلا بود و لیگ 19 هم شاید باورتون نشه، شاید از لیگ 5 و 6 هم بدتر باشه. همش اکانت های نیمه مکس یا حتی مکس فولتر رو میندازه، واقعا کار سخته. و اینطور بوده که من یه باخت داشتم و یه مساوی. حالا بریم چند تا ارتقا داریم بزنیمشون که با الماس هم میتونم یکی بزنم. میریم که اولین ارتقا رو بزنیم. 6 تا سفید داریم، 2 تا آبی که یک دونه هم با الماس میتونم بزنم. اول سفیدا رو میزنیم. بریم بزنیم. اولین ارتقا خوره به استقامت تئو هرناندز. هر دو فول وزنه میشن، پس مهم نیست به چیشون بخوره. ارتقا بعدی ویرجیل فندایک، سرعت 98. به ارتقا بعدی بازم وندایک و این بار شتاب 82. بناز بازم وندایک و استقامتش میره بالا این بار و بالاخره 90 میشه. یه سفید دیگه تئو هرناندز، سرعت 98. بناز به ارتقا سفید آخر تئو هرناندز و سرعت 99. عالی عالی. بریم سراغ ارتقا آبی. 2 تا آبی، 3 تا. اولین آبی خوب و عالی، راضی کننده است. ارتقا آبی بعدی و هر دو سرعت 100 میدم. بنازم عالی. و میریم واسه ارتقا آخر که با الماس میخوام بزنیم. بریم بزنیم. اینم آخریش و به عالی. هیچ کدوم هم بریکت نخوردن، شانسم. خب خوبه، نم از آمارا. حالا بریم این تست گیم پلی هم داشته باشیم با اکانت. بریم بزنیم ببینیم حریف چی میندازه. خدا کنه باگ نخوره، از زودتری حریف بندازه. بله ببینید فول مکس. اصلا این چیاه خدایی کارمون سخته، همه بازیاشم برده. بریم ببینیم چی کار میکنیم. سولوت لواندوفسکی شروع میکنیم. کاراسکو، تئو هرناندز لواندوفسکی. آقا خطا نیست. بامبا سولوت، برو سولوت که نرسی. ناچو لواندوفسکی، سولوت، بامبا تو بهش نمیرسه. بابا خطا نیست. کارت زرد آخه ولش. وندویک، لواندوفسکی، سولوت الکساندر سولوت. بنازم پسر. گیم پلی عالی. 1-0 به نفع ما. طرف اونم استقلالیه. بیلینگام، لواندوفسکی، کاراسکو میندازه جلو میره. کاراسکو برو واسه گل دوم نه، در دوم میگیره تو. البته منم بد زدم ولی اشکال نداره. بامبا، ناچو، یه سانتر، لواندوفسکی. بنازم گل زیرتاقی. بنازمت پسر. عجب گیم پلی. به دیبروین، رونالدو، تونی کروس حذوی، بلینگام واسه کاراسکو که پاسش نمیرسه. حالا یه سوتی از هری. کاراسکو
کاراسکو اینو دیگه گل کن، اینو دیگه گل کن. وای نشد که بشه. بامبا آفساید. کاراسکو و آفساید. کورتوا شروع میکن. کاراسکو یستان لواندوفسکی نیومد مسترش. ویرجیل ونداک. جنا بازی عوض میکنه. بامبا واسه سامبا. ببخشید آقا خطا اخراج داره. بله ویرجیل ونداک اخراج میشه. حقته دیگه. با این چه نامردی. یه مستقیم میزنمش. اینجا من نه لواندوفسکی. بیا لواندوفسکی میگیره. کورتوا تو. کاراسکو روژل ونداک. تو هرناندز سوتی میدو که اینجا توشو میگیره. موقعیت حریف محمد صلاح که ویژل ونداک اینجاست. آقای صلاح حالا یه موقعیت واسه ما. وای آها بامبا اینجلو یه پاس سولوت و بازم کورتوا. بنازم به سر سولوت واقعا عالی. یه سانتر ویرجیل و بازم کورتوا. 2 متر قد داره آخه چجوری میخوای گل بزنید. استونز جان استونز. یه سانتر تمام. الکساندر سولوت باشه. بنازم لف. داداشمون اسمش متینه استقلالی هم هست. اکانت خوبی داره ولی گیم پلی نه. خودش فکر کنم بازیکناشون آمارشون بد باشه. یه هرچی ولی واقعا خوب بازی کردیم. تعویض میکنه هالند آورد بازی. یا خدا. نیمه اول تمام میشه. بریم واسه نیمه دوم. هالند دیبروینه میبره جلو. هالند و رودیگر تو. خطا نیست. این چجور خطایی خدایی. اشکال نداره. دیبروینه این مستقیم میزنه یا پاس میده. حالت میخواد مستقیم بزنه. میزنه خیلی هم بد میزنه. چی بود آقای هالند. ندرسون تو. وای بد دادم. آفساید. ویرجیل تو هرناندز. اولی لواندوفسکی. یه ساند جو کسی نیست. ای بابا سرود کجایی. اشکال نداره. بنداک لواندوفسکی که آفساید. دیبروین این طرف زکین. ویژل فنداک نمیداره اینجا. سولوت نباید میداختم جلو. اشتباه کردم. اشکال نداره. هالند فنداک توپشو میگیره. ادرسون میزنه زیرش. سولوت پاس عالی واسه لواندوفسکی. وای خدا. هول شدم اون لحظه که چیکار کنم. اشکال نداره. کاراسکو ساند و بله الکساندر سولوت میسابنو میزنه. قدش 195 از هالندم بلندتره. عالی. تو لواندوفسکی توپشو میگیره. که اینجا که توپشو گرفت استونز دوباره خودش. هالند که ونداک اینجاست و نمیذاره رد کنه. واقعا ونداک فرشته است تو تیم. حالا اینجا لواندوفسکی میندازه جلو میره. یه پاس که واکر نمیذاره. بامبا سولوت میزنه و میگیره تو رو. کورتو و لف.
این هم لفت داد. با نتیجه 4-0 تونستیم ببریم. اکانتش هم دیدید که مکس بود، اکانت خیلی خوبی داشت. اما بردیم که بهترین بازیکنمون هم شد الکساندر سورلوت با نمره 9 و 5.